مقامات روسیه میگویند معروف آدینایف، یک شهروند 22 ساله تاجیکستان، شام 13 ینور ساعت‌های تقریباً 17 از بازداشتگاه در مسکو فرار کرده است. یک منبع رادیوی آزادی در ریاست امور داخلی شهر مسکو روز 14 ینور گفت معروف آدینایف از بازداشتگاه رقم 5 در کوچه ویبرسکایا فرار کرده است. با گفته این منبع که از بردن نامش خودداری کرد، شهروندی تاجیک با اسناد یک محبوس دیگر که باید آزاد میشد فرار کرده است. طبق منبع تارنمای آزادگان، معروف آدینایف سال تولدش 1993 زاده ولایت ختلان تاجیکستان بوده. بر اساس قسم اولی ماده 30 آمادگی به انجام جنایت و بند پنجم ماده 228 کودکس جنایی روسیه فروش مواد مخدر در بازداشت قرار داشت. گفته می شود محبوسی که حجتهای خود را به معروف آدینایف داده است با اتهام زورآوری نسبت به نماینده مقامات در بازداشت قرار داشت. به گفته منبع آزادی، یک فرضیه اساسی این است که آدینایف برای آنکه این محبوس به جای او در بازداشتگاه بماند غالبا به او پول پیشنهاد کرده است. ماموران بازداشتگاه رقم 5 از غیب زدن معروف آدینایف و اسناد یک بازداشت شده دیگر تنها نیمه شب خبر یافتند. ریاست خدمات فدرالی اجرای جزای شهر مسکو که مسئولیت امور زندانها و بازداشتگاه‌های پایتخت روسیه را بر دوش دارد، عکس معروف آدینایف را در سامانه‌اش نشر کرده از همه خواسته است تا در جستجوی او به مقامات کمک کنند. اما منبع آزادی در پلیس مسکو میگوید جستجوی این جوان تاجیک بر اساس لباسی که او هنگام فرار در تن داشت دشوار خواهد بود. او میگوید شبکه‌های قاچاقبری مواد مخدر تنظیم‌های متشکل دارند که می توانند به معروف آدینایف برای پنهان شدن از تعقیب مقامات روسیه کمک کنند و احتمال دارد که ولکه سر و لباسش را عوض کرده در یگان پناهگاه مربوط به نرکوبرانها پنهان شده باشد. بنا به آمار ریاست خدمات فدرالی اجرای جزا، در زندانهای روسیه حدود 7800 شهروند تاجیکستان ادای حکم می کنند. تقریبا نصف آنها به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شدند.